سلام بچه‌ها، امیدوارم همیشه کوکتون کوک باشه. امروز اومدیم دیگه کاری کنیم کارستون. کل یادگیری رو امروز تمومش کنیم. اول از همه بگم که همه انسان‌ها یه مغز دارن با همه ویژگی‌هایی که میگم. ذهن انسان یه ویژگی جالبی داره که اونم اینه خودشو میتونه تو هر شرایطی وقف بده. یعنی انسان تو هر شرایط آنچنان سختی هم که قرار بگیره، مغز انسان باعث میشه که اون شرایط رو بتونه بپذیره. به همین خاطره که یک قانشین توی چین با کسی که توی نیویورک زندگی میکنه هر دوتاشون به زندگی ادامه میدن. چرا؟ چون مغزشون خودشو با شرایط یکی میکنه، عجین میکنه. کل ظرفیت مغز انسان 1 پتابایت به علاوه 5 میلیون کتاب و به علاوه 13 سایت فیلم با کیفیت HD توی خودش نگه میداره که خودش واقعا جای تعجب داره. حالا چرا یکی ضریب هوشی بالایی داره و یکی ضریب هوشی پایینی داره؟ خب به عوامل زیادی وابسته است. مثلا یکیش تغذیه است. خب مهمترینش اینه. مغز انسان مثل یک عضله میمونه. شما توی بدنسازی اگه مدتی به باشگاه نرین، بدنتون به شکل عجیبی ضعیف میشه و پسرفت توی بدنت میبینی. چرا؟ چون تمرین نکردی یا برای پیشرفت بدن تلاشی نکردی. پس بدنت شروع میکنه به عضله سوزی. میخوام اینو بگم که مغزم همین جوریه. باید ازش استفاده کنی تا اونم برای تو کار کنه. یه چیز جالبی که وجود داره اینه مغز انسان 2% وزن بدن رو تشکیل میده و بالای 20% انرژی بدن مصرف میکنه. حالا خب غذای مغز چیه که انقدر مصرفش بالاست؟ باید بگم که غذای مغز اکسیژنه که خود همین اکسیژن هم با تمرکز و مدیتیشن به وجود میاد. چرا خیلی از پولدارا برای اینکه از استرس و فشار روانی دور بمونن میرن مدیتیشن؟ علتش همینه، چون ذهن وقتی گشنه است یعنی به غذا نیاز داره و این غذا همون تمرکز با مدیتیشنه. پس جدیش بگیر. شما برای داشتن همچین چیزایی به یک ذهن قوی نیاز داری که خود همین ذهن قوی نیاز به یادگیری داره. این همه مقدمه چینی کردم برای همین موضوع. حالا ذهن قوی چجوری به وجود میاد؟ اولین مورد، علاقه. اگه علاقه‌مند باشی نسبت به موضوعی یا چیزی، سریعتر ذهنت میتونه اونو برای خودش کنه. مثلا در آقایون مثال بزنم، مثل فوتبال. میان و سخت‌ترین اسم‌ها رو یادشون میمونه. چرا؟ چون علاقه دارن به فوتبال. و خانم‌ها هم مثل رنگ و آشپزی. درسته سخته، ولی علاقه داشتن به اون موضوع کارو برات راحت‌تر میکنه. دومین مورد، شما بیاین و ببینین در چه زمانی ذهنتون خیلی درکش میره بالا یا چه زمانهایی ذهنت قدرت فهمیدنش میره بالا و سریعتر متوجه میشه همه چی. این البته خودش نیاز به آزمایش داره که خودت هم میتونی این کار رو انجام بدی. ببین در چه زمانی از روز ذهنت برای یادگیری یه چیز آماده تره. من خودم اول صبح اینجوریم. البته این بستگی به خودت داره. پس ساعت طلایی ذهن قوی برای خودت به وجود بیار. از سومین مورد، اینه که هرچی حسای بیشتری بیاری برای کمک به یادگیری خودت، کار برات راحت تره. مثال بزنم، شما وقتی توی کلاس اول بهتون میگفتن دریا، حتی اگه دریا رو هم ندیده باشی، اون عکس و اون پس زمینه آبی و اون ویژگی هایی که داخل عکس دریا بود باعث می شد که حس های دیگه توی ذهنتون شروع به کار کردن بکنه یا نوت برداری روی موضوع.